مایان پند و حکمت داری تعلیم بس رنجه کشیدی ای معلم با مایان پند و حکمت داری تعلیم بس رنجه کشیدی ای معلم همیشه مهربان و جان فدایی برای روزگاری نسل سالم همیشه مهربان و جان فدایی برای روزگاری نسل سالم مایان پند و حکمت داری تعلیم بس رنجه کشیدی ای معلم با مایان پند و حکمت داری تعلیم بس رنجه کشیدی ای معلم همیشه مهربان و جان فدایی برای روزگاری نسل سالم همیشه مهربان و جان فدایی برای روزگاری نسل سالم قسم خوردم با جان تا روز هستم همیشه دوست دارم این وطن را قسم خوردم با جان تا روز هستم همیشه دوست دارم این وطن را با مایان پند و حکمت داری تعلیم بس رنجه کشیدی ای معلم با مایان پند و حکمت داری تعلیم بس رنجه کشیدی ای معلم همیشه مهربان و جان فدایی برای روزگاری نسل سالم همیشه مهربان و جان فدایی برای روزگاری نسل سالم برای روزگاری نسل سالم در عالم چراغی فروزان کتاب است رفیقی عزیزی هر انسان کتاب است با شوق و با رغبت همیشه بخوانید که سرچشمه علم و عرفان کتاب است با شوق و با رغبت همیشه بخوانید که سرچشمه علم و عرفان کتاب است
انسان کتاب است. رفیقی عزیزی هر انسان کتاب است. با شوق و با رغبت همیشه بخوانیم که سرچشمه علم و عرفان کتاب است. پس از سبقت چند روزه در دور نهایی آزمون جمهوری علم فروغ معرفت بهترین ها امروز قدردانی گشتند. وطن قهرمانی زیما انتظار است چه خوش یاوری قهرمانان کتاب است. با مکتب خانه خلاصه به هر جا رفیقی قرینی هر انسان کتاب است. با مکتب خانه خلاصه به هر جا رفیقی قرینی هر انسان کتاب است. در عالم چراغی فروزان کتاب است. رفیقی عزیزی هر انسان کتاب است. با شوق و با رغبت همیشه بخوانیم که سرچشمه علم و عرفان کتاب است. با شوق و با رغبت همیشه بخوانیم که سرچشمه علم و عرفان کتاب است. کتاب است. کتاب است. مکتبم باشم و قومی درگهر آغوشت را بهر اعجاز آمدن خوانده و دانسته هر پندی تو را در فضایت من به پرواز آمدم خوانده و دانسته هر پندی تو را در فضایت من به پرواز آمدم نامی نیکت را سرافراز آمدم مکتبم را عالمی ساز آمدم نامی نیکت را سرافراز آمدم مکتبم را عالمی ساز آمدم از فروغی زندگانی و خیرت جان و دل را حسن آغاز آمدم اقوار شنگریدم را نماز طفل دامانت برد باز آمدم اقوار شنگریدم را نماز طفل دامانت برد باز آمدم شکر درگاهت که همراز آمدم مکتبم را ذوق اعجاز آمدم شکر درگاهت که همراز آمدم
تشریف یکایک شما را به امروزه ساعت تربیوی بخشیده به روز کتاب که چند روز باز از روز دویم در جمهوری طنین انداز است خوش آمدید گفته برای هر یک شما تنی صحت، خاطر جمع، خانه آباد و یک نفس عطر خداوند تمنا دارم. اینک دستوریکان در اختیار شما. السلام ای اصل و ای بنیاد من، السلام ای خانه اجداد من، السلام صبح سفیدی کشورم، السلام ای روزگاری پرفرم. سلامی ما سلامی آشنایی است، پیامی به غبار روشنایی است. سلامی با صداقت آفرید است، محبت را صداقت را خرید است. السلام علیکم استادان و مهمانان عالی قدر. السلام علیکم مادرانی عزیز و پدرانی بزرگوار. امروز ما یک کوچه ها صاحب گرفتیم که بخشیده بروز کتاب ساعت تربیوی را با نام کتاب چراغ عقل است را پیشکشش رو باید گردانیم. عزیزانی دل و دیده و جشن ما خوش آمده. شمع فرخ جا گرفتن در دل ما، نوری رحمت ریز ریز امروز در منزل ما. با کمال بال خوانندگان صرف یک ارا روی صحنه میخونه. بچه ها بابای خیرد را دعوت کردند اما در کار است. بابای خیرد چه نوید عید مبارک باشد، عید در دامن خورشید مبارک باشد. السلام ای حاضرین محترم، السلام ای والدان نکتفن، السلام ای مهمان و میزبان، السلام ای طفلکان خوشقدم. من در تالار نشسته برای شما را تماشا میکنم. ما نسل خوشبختی زمان، دوست رویک و شیرین زبان. بادام بارد بر شما روزی کتاب زور و توان. بنده مستحکم کمر در جاده علم و هنر، آموخته و از خود کنیم علم و ادب را نخستر. انیسی کن که تنهایی کتاب است، فروغ صبح دانایی کتاب است. سروقت بینداری کودکان را بر برپا کننده آزمون فروغ صبح دانایی کتاب است. پیشوای ملت، اساسگزار صلح و وحدت، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم بابا جان امام علی رحمان میرسانه. سلامی با خلق تاجیکستان، به هر شخصی که دارد نور و ایمان. اگر سرور نمی بود آل رحمان، پیش تا سال نمی شد تاجیکستان.
پیشروی. فروغ کائنات از آفتاب است، فروغ آدمیت از کتاب است. فروغ صبح دانایی، فروغ عقل و برنایی، مکانی دانش و حکمت کتاب است و کتاب است. فروغ راهی بختی ما، فروغ تاج و تختی ما در روزی سختی ما کتاب هست و کتاب هست. خواهی که دانا شوی، شخصی توانا شوی، گیر من کتاب، حکمت من به حساب. گیر و زی دستت نمان، گشته و برگشته خواب. بر من سبق دادی کتاب، گل در طبق دادی کتاب. آرزوی شیرینی مرا از هر ورق دادی کتاب. تو همدمی رازی منی، دو بالی پروازی منی، در خانه و مکتب مدام هم صحبتی سازی منی. چون جان عزیز دانم تو را، از کف نمیمانم تو را. بر من که می بخشی سرور، پیوسته می خوانم تو را. روشنی زبانم، روانی جهانم، رفیق مهربانم، کتابم ای کتابم. دوستی عزیزی من کتاب، با تو نمایم سرستا، سرچشمه این آسنا اقسام فضای آب و تاب. کلی اشیا می شود آخر خراب، تو فقط جاوید میمانی کتاب. کتاب و کتابداری احترام می‌خواهد
عمل میکرد. زندگی به کتاب، زندگی پر عذاب. خوشبختانه امروز در کتابخانه ملی، کتابخانه فیردوسی، کتابخانه کودکانه میر سعید میرشکر برای خرد و کلام باز است. گذشتگانی ما در تاقچه خانه کتاب میگذاشتند، بعدی خواندن آن را به چشم میمالیدند. نیاگانی ما زیر بالینی طفلک گهواره نام و کتاب میگذارند که با عقل و دانا و ناترس به وای رسد، یعنی جسم و روح را توان بخشند. کتاب صندوقچه است که در آن بالاترین گوهر خرد انسان نگهداری می شود. کتاب آینه تاریخ ملت است. تاجیک از قدیم صاحب فرهنگ بود است و میماند. مهمترین چیز در کلبار سفری کتاب است. کاروانها در سفر اشتری پربار و پهلوی بارها کتاب میگذارند تا که امین به منزل رسند. کتاب نور بخش است. به دیده ها نور و به دل ها سرور میبخشد. کتاب دوستی نزدیکترین و بی‌غرض انسان است. کتاب روشنی خاندان است. بزرگی از بزرگ داشتی کتاب سرچشمه میگیرد. آدم هم بال دارد، کتاب هایم بال او. خب تمام. من تنی سالمی مادر، کتابی شعری
گفت تخت اعلی آن کن که رضای ما در آن است. جنت که سرای جاویدانی است، زیر کش پای مادران است. مادر سیریشتی من، باغی بهشتی من، مادر خدای من، در سرنوشتی من. مادر تو بهترین ارمانی، شادی به دل و به خاندان احسانی. از مهر و نوازشت منور عالم، در همیشه جاویدان میمانی. مادر جانی شیرینم، قند و عسل برینم، از همه گنج دنیا تو گنجی بهترینم. خداوند را نگاه دار مادرم را، جهانی آبروی و سرورم را. شیرین است و بحری من از جان و شیرینتر، یگانه به نظیری راهبرم را. زنان را گر ستانی سیوره هست، امیدی روزگاری بهتره هست. اگرچه از زنان پیغمبره نیست، ولی پیغمبران را مادره هست. حالا بس حرفا پیشکش شمایان. السلام علیکم، خیلیت که سری وقت رسیدم. شما مرا میشناسید؟ بله. آره، من حرفی هستم که میوه های شیرین مثل انار، انگور، انجیر، اناناس را نوش جان میکنید. با حرفی من سر بشوند. انار شیرین 100 دانه دارد، 100 دانه آن یک خانه دارد. ای اکا نشدی؟ چی؟ نشدی؟ میوه های گفتگی در کجا میرویند؟ در باغ کیان ها را نگاه بین میکنند؟ باغبان منم حرفی به بر من سبق دادی کتاب، گل در طبق دادی کتاب، آرزوی شیرینی مرا از هر ورق دادی کتاب. واه واه واه، اکا اگر من حرفی بخواهم در یک زمان همه را ویران نکنم. لیکن اندیشه میکنم وطن یک تاف دوستش میدارم. وطنم تاجیکستان، کنار باغ و بستان، وصفی تو را چون بلبل سرایم از دل و جان. نه من حرفی که هیچگاه اجازه نمیدهم. اگر برنامه‌کاری کنی بهترش گل و گلزار میسازم. گنج دنیا دانش است، کلید آن خوانش است. از بسیار کتاب خواندن دانش در افزایش است. چی؟ باز یک جای غیبه دارید؟ من حرفی غیر باز شما را میدارم از کارهای غلط. غم و رنج مادران از بحر من کودکان، حرمت مادر قرض است بر همه خرد و کلان. دلشان را خفه نساز، من سخن کنند مبادا یگان جایشان درد کرد. به نزدی من می آیند، یعنی حرفی دارو خرید. درس معلم درس حیات است، راه معلم راه نجات است. زبانتان را به هر خیل گپها آلوده نسازید. من حرفی زبانی نابی تاجیکی را آموزید از من. زبانی مادریم تاجیکی و دریم، وقتی سوال آموزی بین مای سروریم. گرنگ ها، من حرفی که هستم. اگر کتاب و کلید نباشد که دری دانش را برایتان میکشاید. کتاب جانم کتاب جان، رفیقکی مهربان، در لحظه تنهایی توی مونیسکی جان. آی کلوش باش خاموش، مرا دور دیدی من حرفی قیم. این قدر کل را پس نزن، بایگری شما را من حفظ میکنم. امن شما
ببارید. من حرفی ل لاله همسایه کاکو هستم. لاله رویت هر بهار دره دشت و کوسار، این نسیم زیبا را ما بچه ها انتظار. شاید چی لاله را چیده با کی تقسیم میکنه؟ بله فهمیدم، من حرفی هستم با مادر با معلمکی برای ما بزرگ و مقدسند. من با این حرفم بفخرم. مادر جانی شیرینم، قدر و اصل برینم، از همه گنج دنیا تو گنج بهترینم. فراموش نکنه من کیستم. من حرفی نه یعنی نون شکمی سری شمایان. من نباشم گرسنه میمانه. نان بود چون جانی آدم، قوت و درمانی آدم، زیبی در سرخانی آدم، عزتی مهمانی آدم. ناگفته نماند که کلمه ای از همه بزرگترین غمخوار سردار خانه با حرفی من پسر می شود. این کلمه ای پدر می باشد. ای پدر جان خاک پایت می شوم، وقتی پیری من عصایت می شوم. با همه دار و نداری زندگی، روی حولی کفش پایت می شوم. تعریف کرده نیکی مرا از خاطر برآورده. من حرفی او هستم، استاد نباشد تو جدانی سخنش چیست. استادی مهربانم، یک پاره مهر جانم، از بس که دوست دارم درسی شما بخوانم. جانم شوه من حرفی جه هستم، شما را با هم دیگر جوره جانی می سازم. با جاروب تنبلی را میروبم. انا می بینه جاروب در دستم، با این جاروبم خانه میروبم. شانه به مویت میکنم جاروب جان، آمد حرفی شه. شیر و شکر، شیر و شعر، شکر رابم. شانه میکنم مویم، دست را میشویم، سر و لباسم تازه بگوید من خوشرویم. ای خی خود را تعریف کردید، اکنون نوبت من حرف ای همتون از رگ میگذرونم. میبینم چی میشود. چی؟ شوخی نکنه. نه امام علی رحمان سرور تاجیکستان 100 سال زنده باشد برای امام بچگان. خیر شد اکنون من حرفیه همه شما را یک جایه دوست و اتفاق می سازم. یک گوید ای رفیقان، یک دل شب تو یک جان، وطن را سازیم آباد، همراهی بابا رحمان. باک نگر داوری گم کرده است، یا امیدی سروری گم کرده است. زهر باد و شیری مادر بر کسی که او زبانی مادری گم کرده است. زبان ها مثل ستاره های آسمان است و زبان دری من یگانه است. امین جان. اگر خواهی که دانای زمان باشی، زمانی خود بدان اول. اگر خواهی که بین مردمان باشی، زبانی خود بدان اول. هر کس با زبان خود سخندان گردد، دانستن 100 زبان آسان گردد. زبانی مادری را پاس دارد و از مادر ورا میراث دارد. دوری گرانی شیرین بیانی، خوشتر ز جانی زبانی تاجیک. زبانی مادریم تاجیکی بودریم و
محمدی عزیز میرقصد. سینایی درون بینم سعدی خوشحالیم به رنگم و رنگینم به خاکی وطن هیجم گر حاکمی کیهانم گر حاکمی کیهانم در پاگهی یزدانم پیغمبری قرآنم به خاکی وطن هیجم به خاکی وطن هیجم شاهنشاهی شاهانم دنیاست و فرمانم در تخت سلیمانم به خاکی وطن هیجم ای وطنم نامی تو دنیای من است قوله هایت سری بالای من است خاری راحت گلی رعنای من است خاک تو گهور و طلای من است وطنم تاجیکستان کنارم باغ و گوستان وصف تو را چون بلبل سرایم از دل و جان فخر کن ای تاجیکستانی عزیز داری فرزندانی با آر و تمیز آن یک تاریخی خلق را زنده کرد آن دیگر صلح را پاینده کرد ما با کودکان عالم صلح می‌خواهیم ما از
بزرگ التجا میکنند که برای بچه‌های جهان صلح را پاینده سازند. Пусть у всех детей будет мир на земле. خانه امید دنیا کشورم کشوری پهناور و بختاورم. زین سعادت سر به گردونها برد آفیز آزادی بحر و برد. صلح بهار است بهار آورد رونق و شادی و برار آورد. صلح چراغی راهی آینده است صلح اقبالی نماینده است. صلح صداقت زمان صلح امید مادران صلح لواء دوستی صلح حیات جاویدان. صلح به ما صفا دهد دولتی به بها دهد کشور ما برای صلح در همه جا صدا دهد. وحدت ما نشانی صلح جهانی ما جهانی صلح. ای زی ملت پیشود ملت قهرمان صلح. وبای همسایه الله باید سرت را خورد آمه بوری که زنبورهایت را به نیمن رای نکنی. ای همسایه صدقه آدم شوی آوای حشرات هر جا خواهد پریده می رود. همینم هم گپ شد توبه. مردک کاری خوب نکردی به خدا همسایه رو رنجاندی. ای راو کل تو با من چی؟ از که دیر شدی به همسایه شدی که من نمیدانم. در روی کرد پسری سینفی چارم خانش در سیار میکرد. پدر با قهر گفت عمر خیز زنبورها را از حادی سور کن. پدر جان من درسم تیار میکنم. خیز از جای نبتبت از سرت بود. مرد پسر را یک شپاتی زد. دادا جان اکم رو نزنه. ای تو هم گفزن شدی تک گم شو از نظرم. مرد دستی پسر جالبی عروسک را داده گفت دختر گریه کنان به نزد مادر رفت. تا آمدنی من زنبورها در حولی نباشند.
طاقتی مادر تاق شد و گفت زنبورها سرت خورند از تو بد زبان همه بیزار شدند من این خدا دارد از خودت ما میرویم رفتنگی دویدنی گسالت ها داری کردم زن با فرزندانش به خانه ای مادرش رفت بعدی 2 روز مرد از حسود و بخیلی و سکته دیر گرفتار شد نهایت مجبور شد به نزد طبیب رفت اما جان چشم ما رو از آمدی هر دیلم درد میکند دکتر جون از که شما حس کرده دیلتان درد میکند من از صحبت دردش را دریافت و داروخان نویس و تاکید کرد این دارو تنها در مغازه کتاب پیدا می شود من حیران شد و به مغازه کتاب رفت کتابدار داروخطی مرد را خواند و تبسم کنان یک چند کتاب دراز کرد مرد به خانه آمد از تنهایی به خواندن کتابها صبر کرد میگویند که بعد مطالعه کتابها این مرد به آدمی صافدل و نکبین و مهربان تبدیل یافت وی زن و فرزندانش را به خانه آورد از همه اطرافیان بخشش پرسید مرا ببخشید عزیزانم از این کتاب خانه از رسمهای زیبا من گپ کار آموختم حکمت بسیار آموختم دیگر بر هیچ کس گندگی را نخواهم کرد چون جان عزیز دارم تو را از کف نمیمانم تو را بر من که میبخشی سرور پیوسته میخوانم تو را قرائت شعرها در رسم مکتب استاد مکتبم تاجی سرم رهبری آن سرورم مخزنم هم اخترم بخشیده باغ و پرم مکتبم روح و روانی من توی مکتبم زور و توانی من توی مکتبم اندر نبردی زندگی جفشن و تیر و کمانی من توی 11 سال در دبستان میخوانه ما کودکان خوب و اعلاگر خانه راضی شود استادان هیچ کس از پیش خود چیزی نشد هیچ آهن خنجری تیزی نشد هیچ مولانا نشد مولا ایرون تا مرید شمس تبریزی نشد بسوی دیده ای دل دوختم من الف با راز تو آموختم من برای آن که دادی خوب تعلیم تشکر ای معلم استاد نباشد تو چی دانی قلمش چیست استاد نباشد تو چی دانی رقمش چیست استاد نباشد تو چی دانی سخنش چیست در قد حیات آمدن و زیستنش چیست مکتب را دوست می‌دارم مکتب این افتخارم از رابر استادان خیلی سپاسگزارم استاد عزیز و مهربانم مهرت شده جا به جسم و جانم هر اوج و براری زندگی را از درس و سبقهای تو دانم ایا استاد از خاطر فراموشت نخواهم کرد
معلم چشم دلها باز سازد جهان بر آدمی انواع سازد معلم آن که در انجام تعلیم شاگردان خود استاد سازد هر سحر دارم به سوی تو شتاب در دلم مهر و به دستانم کتاب مهر تو اندر دلم جاوید باد مکتبم ای منبع خیر و ثواب مکتب مکانی معرفت مکتب مقدس جا بود استاد را حرمت نما او شخصی به همتا بود راه امروزه ما از خانه سوی مکتب مقصد ما یگانه آموختن علم و ادب میرسانی چون مرا بر مطلبم دوست میدارم تو را ای مکتبم بهر تاریخ با دل و جان میدوم سود شاد شتابان مکتبم استاد از خاطر فراموشت هم کرد چراغی در دلی شاگرد خاموشت نخواهم کرد معلم چشم دلها باز سازد جهان بر آدمی انواع سازد معلم آن که در انجام تعلیم شاگردان خود استاد سازد
صدقه نازمی دارد شبمه بستگی زلفی سیاهت شبمه تشنگی دیدنی خرمگی در عاشقی چهرگی بابت شبمه دختر تاجی چه خوشنمایی در عالم حسن گنج نهانی در عالم جان روی روانی چه خوشنمایی چرخ بزن رقص کن چرخ بزن رقص کن ای نازنین ناز که ناز که ای ناز که ای ناز گل ناز که ناز که ای ناز که ای ناز گل ناز که خوشنال و ابرو کمان ای بت باریک میان یار طرفشانی راه و لبانت شکر یارک دلجوی من دخترکی ساری دیوار شیرین منه بیا بابا روی من یارک قدلانی بیا بشین در بارمه ای گل ماروی من لال بدخشانی ناز که ای ناز که ای نازنین ناز که چرخ بزن راست کن ای نازنین ناز که چرخ بزن راست کن ای نازنین ناز که شرخ بزن رقص کن ای نازنین ناز که دختر غربی و دیده گرمی دختر سعودی چه مهربانی دختر مشجار دختر عینی دختر دربار دختر ونجی زبی جهانی ناز که ای ناز که ای نازنین ناز که ناز که ای ناز که ای نازنین ناز که چرخ بزن رقص کن ای نازنین ناز که چرخ بزن رقص کن ای نازنین ناز که ناز که ای ناز که ای ناز گل ناز که ناز که ای ناز که ای ناز گل ناز که تاجیکستان با بدخشانت و پیش با شکوهی پری یزدانت و پیش سربلند و استوار و با وقار شاد زیبا سخت و خطلانت و پیش یک دمی ما با شما زیبا گذشت دلنشین ارزنده دنیا گذشت تا نظر کردیم سوی همدیگر مهر ما از دیده به دلها گذشت حالا سخنی تبریکی را با دیرکتر ماموریت گیمنازیای شریف جان شریف زاده میدیم.
نقص کردی تو دیرکتری ما افتخاری ما بود سبزشی اوجو براری ما بود زیری خورشیدی محبت های او دانشی اعلا شعاری ما بود همه شما دیدیم با این حالا که همه این دستورکان که ما رو دقت جذب کننده بود همه با یک احساس و با یک تماشا کردیم لذت بوده در همین یک ساعتمون برای معلمای مهربان که مسئولیتگر همه معلمان گیمنازی هست تحسین و مبارکباد میکنم که چنین دستورکها را تربیه نموده است و با چنان استعداد و مهارتاشون برآمد کردن و من از این سپاسگزارم که انا همین خیلی کودکان تربیت کردم و ما افتخار گیمناز و ما آموزگاران شوم. تشکر کردم برای شما. همنشین به از کتاب مخواه که مصاحب بود رو بیرگاه درود و پیام به پایان پدر و مادران بسیار هم عزیز گرامی آموزگاران خردمند و این دستورکان عزیزی ما که امروز برای ما یک صحنه و یک لحظه خیلی هم جالب را پیشکش نمودند. البته شما دیدید که سرود تاجیکی، رقص تاجیکی با لباس ملی تاجیکی، پند و اندرز تاجیکی، سخنهای بهترین در باره پیشوای ملت، در باره مقدسترین شخص اگر گیریم در حیات امروز آموزگار از زبان این دستورکان صدا داد و خیلی با لحنی خشوع گوارا. برای همینم با شما میگم که برای همین گونه فرزندان نیک را تربیت کردم. تشکر پدر و مادران و بذار این کودکان ما با همین گونه خوشی خورسندی از خوردی در راهی وطن دوستی و انسان دوستی و کتاب دوستی و درباره اون خصلت‌های خوب انسانی که در شعرهای قرائت نمودی آنها بود همین خیلی تربیت یافت و در اینجا پدر و مادران گرامی شما هم بسیار نقشی اساسی می‌بازید. رابطه را با مکتب درست‌تر نماید و با معلمشان راهبر سنشان دوستی را زیادتر کنید. همین خوانندگان را همین خیلی تربیت کنید که تا سن 11 همین خیلی با شرف و دانشمند و سربلند تربیت یافته آبروی عزت گیمنازی ما شوند و با یک سخن فکر مطابق من به معلم تشکر زیاد. البته معلم بسیار هم دانشمند و خوش صحبت و خوش چقچق و یکی از شاگردان خوب چقدر تربیت کردن ما چقدر شاگردان را در سنهای بالا درس دادیم. میگم که همون یک بیت جامعه است که اگر در جهان نبود آموزگار شود تیره از بیخرد روزگار و به همه شما پدر و مادران به همه حاضر بودگان تشکر میگویم الا همین را باز زیادتر شود. تشکر به دقتتان. والدانی همین سین سخن با مادر هلاله مرحبا. السلام علیکم پدر و مادران عزیز. من از نام خودم و از نام والدین همین صنف میnnadاری خود را با معلمای عزیز و تشکیل کننده های همین ایدی کتاب اساس معلمای عزیز اینقدر مهنت اینقدر زحمت خود را گذاشتن. امروز این دستورکان ما بهترین برنامه را بهترین برآمدها را به ما نشان دادن. آنها اینقدر شعرها را برا قرائت نمودن. نمیگویی که اینها صنف یک باشند. حتی صنف‌های بالای این طور قرائت کردن نمیتوانستند. یگان خطاگی را من مشاهده کردن نتوانستم. همشون درست خواندن، نطقشان برا. بچه‌ها پرره آماده هستند که به صنف دو قدم گذارند. برای همینم باز یک بار دیگر تشکر زیاد به معلم‌ها اینقدر مهنت و زحمت کشیدن. فرزندان ما البته من سیوم فرزندم است که در همین گیمنازیا تحصیل میکنند. دخترچی من کلانی صنف 10 هست خالق و نازنین از شاگردی همین معلم‌ها هستند و تا حاضر در المپیادهای جمهوری جا میگیرند. این همش زحمتی
معلمه است که از همون فوندامنت کرده همون کودکای نقص تعلیم و تربیت دادن. تشکر با معلمه، تشکر به شمایان که اینقدر ما رو خرسند کردید، اینقدر برنامه زیبا برای ما نشان دادید. آفرین به شما، قند زنیتون انامی خیر تا صنف 11 خوانید، انامی خیر ولی مو افتخاری گیمنازی رقمی 2 شریدم. حاضرین گرامی، من که من گفتنی بودم حالا که مادری عزیز که همیشه گفتم امروز یک روز خرسندی است. با والدینی که چنین نفر خانوادگان را تربیت کرده است از آنها احسان میگیم. 19 نفر خواننده ما در سطح جمهور جا گرفتند. یک قرصک برای خواننده گیمنازی. این خبر خوش و همه ما معلمان رسید از پرگوی همدیگری را تبریک کرده و خرسندی کرده شدیم و باوری دارم که برآمده که دستوریکان کردن آینده با همه خیلی قرصک با همه خیلی خبرهای خوش از ما میشنویم. این سخنان را من بارها هر سال قریب میگفتم. اپای ببینیتو را قریب 30 سال میشود میشناسم از مکتب 48 به این گیمنازی. حالا که چند ثبتی منم خیلی محمود جان کرده است در کامپیوتر ما است که چندی صنف اشکالی که مادر عزیز گفته فرزند صنف 11 است. ثبتای هم خیلی جشنهای دیکتو گذراندگی شما در خاطر موندگی است. و در این روز خرسندی یک بار دیگر یک جا تشکر میکنیم معلمه را بیدارم خیلی جوان اپای ما ماند و با چندی صنف دیگر هم خیلی علی باشد گذرانده است. در آمد این رو برای نزدیکی رو تبریک کردم. استاد گرامی من فیض تبریک کردم گفتن برای آینده هست. بچه جانا شما هم خیلی نصیحت میکنیم همچون استاد که آن چیزی که در خواندید و عملی کنید تا صنف 11 خیلی که هم مادر عزیز گفتن هم معلمان گفتن من هم همین بگم که تا 11 هم خیلی خوانده با خوب و علاقتی در سطح جمهور را آبروی وطن بارشتن نکن. یک جان تشکر. معلمه قلمدر و میتیم جنبست کنم و معلم افتخار نامه. تشکر معلمه عزیز. مولانا عبدالرحمن جامی میفرمایند که اگر حیات زر بود زرگر معلم، اگر حیات بحر بود گوهر معلم. اولا معلمه عزیز، معلمه قدردان ما، استاد استادان ما، پیر کار ما، کنی معنی، کنی گنج، کنی دلیم زیباگی که از سخنرانی های معلمه دور گوهر میریزد. معلمه خدا را ببینی ما هممون سری تعظیم پیش شما فرود میاریم چون که شما برای ما از همه بگیم که بزرگترین ها هستید. ما میفخریم با شما برای این شاگردان شما، برای این چوجه یکان شما که صنف یکان رو ختم کرده ایستادن. اولا تبریک میگم شما رو به این روز کتاب، به این روز دانش که شما همچون بلبلکان باغ دانش در باغ و بستان دانش الک سر کرده قدم زده ایستاده اید. خب این همه فعل زحمت های معلمه خدای رو ببینیسو هستن. معلمه جان رحمت کلام، تبریک بر روز کتاب. ما از شما میفخریم. پیام شما. اکنون مأموریت مکتب تصمیم گرفتن که همه روز دستورکان را با افتخارنامه قدردانی کنیم. افتخارنامه خواننده صنف یک برای خوانش خوب بالا، انتظام نمونوی و اشتراک فعالانه در کارهای جمعیتی بخشیده به این کتاب سرفراز گردانده می شود فیضزاده امینه. با همین مضمون فیضزاده سمیه. با همین مضمون
مالک و ایلاوه مهم است. با همین مضمون جان محمد داوود افتخارنامه با همین مضمون یوسف زاده میران افتخارنامه با همین مضمون یونس محمد چپا زدنی افتخارنامه با همین مضمون زروبکوف سمیر پرنده امروز ما آفرین با همین مضمون افتخارنامه شمسی بنزاده امین جان افتخارنامه با همین مضمون اسفندیار زاده آسیمن شفا میزنیم افتخارنامه با همین مضمون عزیزов احمد نشان رفتار شاگردی رفتار و نمازنده افتخارنامه با همین مضمون غیوب سپید با همین مضمون افتخارنامه دولت علیزاده نازنی افتخارنامه با همین مضمون دولتزاده بصیره افتخارنامه با همین مضمون کوالجوف انوشیروان نیست افتخارنامه با همین مضمون بیت‌الله‌زاده امان‌الله افتخارنامه محمد زاده ابوبکر افتخارنامه با همین مضمون میرزایف عثمان جان افتخارنامه با همین مضمون نصرالدین و سمیه نظرزاده لاله افتخارنامه با همین مضمون افتخارنامه با همین مضمون نظر و محبیبی افتخارنامه با همین مضمون نظرزاده سمیره افتخارنامه با همین مضمون نجم‌الدین یوسف جان افتخارنامه با همین مضمون قایب سمریدین افتخارنامه با همین مضمون دیداره پهلوانبکوه افتخارنامه با همین مضمون رحمانوف ایوب افتخارنامه با همین مضمون رجب‌زاده محمد افتخارنامه با همین مضمون صالح سلیمان
افتخارنامه با هم مجلس عبدالله عمر جان. افتخارنامه با همین مضمون شاگرد نظر و ایوب جان. افتخارنامه با همین مضمون شیون آیدینای. افتخارنامه با همین مضمون سهرابزاده عثمان جان. افتخارنامه با همین مضمون سیدزاده احمد. همه تبریم میکنم با همین قدم مدرم رحمت کلام برای دستگیره رحمت و معلم موسیقی برای این قدر رقص و سرودهای خوش رو خدمت کردن آماده کردن کودک‌های رحمت.